ای همو توی آمدگی موسفید هیچ به خود نمیام که نمیام آخه همو توی دگیلتیم بردیم همی زفر جونه شگرانش خیسته رفته همه اولیچای کرکی و یا رایتنی درخ پال نگرفته کنده یا وای توی دار فیرو کر این نویری شما گفتم ها همه خگپای بیزیب گفت که ایزوگی ما ایروی قریبه کم جده بخواب فهمیدن که همون زفر نویری من او بر نفهمیدن موسفید آخه کارش که نمیفهمیدن او کارش مایلی با این دین سحری ای مکتب آمدن ده ای بچه زنی که اینی کمپیر همسایه قتیالی جنگ دیم هر دمون وقتی ای مکتب آمدنش ده روچکه قطی در تنهای کرتی سفیدی نویری و گرفته خط کشیده وی آنمی آمد دیگه و کمپیر همسایه بسرمون همه خونه عقل یاد نمیتین تمیز یاد نمیتین گفتم کجایی میریم ایروی همی گپشنوی موسفید همون زفر رو بگو این همین قدر دفترهای خالی مکتبی موندگی نخواد ارتنی همه آدم خط بکشیه خواهی چی بگم شاخی موسفید توی نگفتن که این صاحب درکش کیه ای گوده که ایگون چی نگفتن؟ نگفته میمونن موسفید گفتن چی گفتن؟ گفتن ای همو جمعه رای بین همو زنکا دادری همو خانه ششتگی بدهیم فیرا کدن ای همو جمعه روی ایزا کشیدو مایلی همش نفهمیدن که تو زنی کی او چخی نفهمیدن موسفید؟ فهمیدن ما گفتم کاش که نمیفهمیدن کاش که نمیفهمیدن السلام علیکم بیا آمدی زفر جان؟ بیا ایجی بیا چه خیلی میشه نغزی سازی معلومه که نغزی ای مکتب کی آمدی؟ این حال ای مکتب آمدم این روز ساعت 1 ده نه چی بوده مجلس پدر مدران شما مجلس پدر مدران پیدا کردن چی؟ مجلس پدر مدران بوده در مکتب شما مجلس پیدا کردن هر دوتا اوف همین روز برای چی؟ برای من؟ برای تو همین یک هفته اخیران شد که ما ای همین پرابلمای تو بیر نرومده سه توی دو بردیم تا در همونجا شرمنده کدیم آنه ای گوده که همسایه رو گرفتی خط کشیدی ای گپش نوشیده انا که با در همین مکتب ای همون معلیمای شما گم نفهمیده موندیم ها؟ هماخی من نمیدونم این روز باید مجلس پدر مدران شما اشتراک کنیم کی گفت؟ معلیمم معلیمت؟ تو برای همون معلیمت بگو کی؟ تو برای سنی معلیمت بگو کی؟ برای بگو که ما صغیره یم هماخی کرفاسی آخی آمد باز میگم وی عروسی توی افتگی کو به فکرم که ما زفترک در عبد میکنیم عبد اون هفته دیگه اوشون منو پگاه به فکرم اینی عروسی توی یا عروسی هسته که اگر این همین روز ما بازار رایی کنیم شکو به فکرم که دین میویا نمانده که خودم عروس بکنم نمانده ده چه یاش میگم ها؟ هی و علیکم برسوا چه جا؟ این قدر کردی؟ همین میدونی که در خونه ما یکان زمان نیست امام دو مردینه همین کلی خانمان رو خمان بکنیم اینه روزی خود چی؟ حوله و تم نروسته ما خمینی من نپخته ما یا پدرم پیسر آخی این حاضره که تی خیلی کسی خیلی در آمده سی راو کار باری خونه ما چی کل در عبود بکنیم با خمال همه حوله و خمیر بکنیم خیلی کار داشتیم آخه دیر کردیم کار داشتم آبا ما آتم آورده که کیرن تبه بیگفتد شرمنده کنیم اومد این هم حاضر دیر کسی آبا یکی من این همی سالکی من دختری
ای چرا چاقال خوش رو بگیرم با تو چیکار میکنی؟ ما بر قصدی تو اینی آتی بزنت میگیرم تا ده مویندر میشم انا به حال روز تبین هموخی برگم شکتی همین نوزو تیمه نمیکنم آخی مرا میگه که برات سازی بیار سازی بفروشه همین سازی فروشی کاری من خیلی اون آدم تانیسته کرده آخه ماشین گرفته خونش ساز کنه بزور خره مرا میزنه یه برات سازی بیار سازی بفروش کارتشکه بخر کارتشکه بفروش پیاز بخر پیاز بفروش آخه با همین مونده بود که من لاروق چیشم نمیکنم من چی در کاره میدم ای تو پلان ای السلام علیکم با ای تو میفداری آدم سلام نمیکی؟ آخه همسایه توغری نمیگیره با چی توغری نمیگیره آخه؟ آخه خودت آدمی بایی ما یه آدمی کمبغل آخه آخه با همین سلامتی چو میکنه کجاش توغری نمیگیره آخه؟ ای خیلی من وقت ندارم ای حوزی هم نود بیسته گلی تو پیشتر بیا خیلی اکه ما بایم تا کمبغل گفته برای همه سلام نمیتیم ده آخه تو بایی اما توغری نمیگیره که سلام بتون آخه سلام میتر علیه گیرشن هم توغری نمیگیره عجیب کو اگر خیلی فرض کردیم که ما 30% بایگری ما در تو دادم او وقت ایتا که گذاشتی سلام میتی؟ 30%؟ ها نه 30% این به این صوفیه نه نخود 30% بایگری تو متی با متر سلام بتون سلام نمیتی؟ نه وای به این صوفی بدای خیلی اگر همی ایبین دو تقسیم کنم 50/50 کنم نیش شده بودم نیش خودم میگیرم او وقتی که گذاشتی سلام میتی 50/50 ها نمیشه بده بتی ها نه اگه وای وقت حقوق هر دیما برابر میشه نه تو مر سلام بده نه متر سلام بده چون سلام دادیم ما حقوقمون برابر میشه کو او وقت هم نمیشه نمیشه نه خیلی گوش که فرض کردیم که من همین بایگانی ما همشه در تو دادم همین چیزی هسته همشه تو دادم تمامی بایگری تا با همون وقت گذاشته ما ده سلام میتی نمیشه برای چی نمیشه واقعی آخه نگاه کن نگاه کن کدام آدمی بای کمبغل ده سلام دادن